این مواردی که تو ادامه ویدیو بهتون میگم رو توی گوگل جستجو نکنید، چون احتمالاً شوکه میشید. اگه توی گوگل کلمه کاتاماری رو سرچ کنید، یه توپ ظاهر میشه که اگه روش کلیک کنید و اون رو روی صفحه بچرخونید، همه چیز بهش میچسبه. اگه ایموجی کیچن رو توی گوگل سرچ کنید و روی گزینه گت کوکینگ بزنید، میتونید هر دو تا ایموجی که میخواید رو با هم ترکیب کنید و یه ایموجی جدید بسازید. همینطور میتونید با کلیک روی گزینه رندومایز ایموجی های تصادفی بسازید. اگه توی گوگل سولار اکلیپس رو سرچ کنید، چیزی شبیه به خورشید گرفتگی رو میبینید. اگه باور نمیکنید حتما امتحان کنید. اگه توی گوگل کلمه اسکیو رو سرچ کنید، صفحه گوگلتون مثل ذهن بعضیا یه مقدار انحراف پیدا میکنه. اگر هم توی گوگل کلمه چاچا اسلاید رو سرچ کنید و روی این قسمت چند بار بزنید، میتونید گوگل رو به رقص بیارید. و اگه کلمه دیوالی رو سرچ کنید، یه چراغ ظاهر میشه که اگه روش بزنید چراغ‌های بیشتری ظاهر میشه که روی هر کدوم که بزنید روشن میشه. اگه دوست دارید ترفندهای بیشتری رو براتون بذارم، حتما کامنت بذارید و ما رو دنبال کنید.